آیا به خاطر هجرت برای الله فقیر شدی؟ آیا به خاطر دین الله از خانه تو را کشیدن؟ چرا کسی که برای دین الله خدمت کنه او را در خانهش آرام نمیماند. آیا به خاطر دین الله مالت چور شده؟ خبر داری که الله از قلبت با خبر است؟ آیا قلبت برای الله تسلیم است که عمل کرده تو به خاطر ازی است که فضیلت از الله بگیرم و رضایت الله نصیب ما شود؟ و آیا نصرت دین الله را کردی؟ نصرت رسول الله را کردی صلی الله علیه و سلم که باز مستحق مدال صداقت الهی شوی که اولئک هم الصادقون، کسانی که این صفات داشتن همین مردم راستگو و صادق بودن. چرا ما از مرگ فرار میکنیم، میترسیم ولو در مسیر حق باشیم؟ اصحاب رسول الله و بزرگان دینی ما این رقم نبودن. با ضربه خوردن میگفتن فزت و رب الکعبه، میفهمیدن ملاقات پروردگار خود میریم. میگفت اگر من کسی بکشه خب با ملاقات پروردگار خود میریم، من میرم میخوایم زندانی بکنین با پروردگار خود من خلوت میکنم. انسان کسی را دوست داشته باشه زیاد، بزرگترین خوشی همیست که کته از او تنها باشه. میگه در زندان ما با پروردگار خود خلوت میکنم. مرتبیت بکنین در زمین الله سیر میکنم. چی چیز بیشتر از این کرده میتونه؟ معنویت انسان را قدرتمند میسازه. انسانی که باورمند به الله هست، انسانی که محبت الله در قلبش جا گرفته باشه، از روز جزا نمیترسه. به معنای از این نیست که غافل است از حساب کتاب الله، نه، برش آمادگی دارن. جالب از اصحاب رسول الله من از پرسان میکنن که قیامت چه وقت است؟ یعنی گویایی که اونا منتظرن. پیامبر ازشان پرسان میکنن چی آماده کردی برش؟ مالک یوم الدین چی برش آماده کردی؟ گپ جالبه میگه اعمال ندارم پر الله پیامبر را دوست دارم. این مفاهیم ایمانی در قلب اونا زنده و بیدار. ما از این نعمت ها محرومیم، به یاد ما نمیآید. از نعمت محبت الله محروم شدن از همه نعمت ها محروم شدن است. گاهی وقتا آیا با خود فکر کردیم که در قلب ما محبت الله پیامبر وجود داره؟ او محبت الله پیامبر باعث شده بیای از پیامبر وقوع قیامت پرسان بکنه. عجیب است. قیامتی که در قرآن کریم خیلی خطرناک معرفی شده، خیلی خطرناک، که همه هستی به لرزه میآید. این می از امو پرسان میکنه چه وقت قیامت میاد رسول الله؟ چرا تو از این پرسان میکنی؟ محبت الله در قلب من است. انسانی که محبت الله در قلبی باشه در عبادت الله باز غافل نمیشه، از عبادت الله فرار نمیکنه، از مواجه بودن با الله و از راز و نیاز با الله خسته نمیشه. قلبش در مقابل الله خاشع هست. ما این حالت نداریم، از عبادت خود فرار میکنیم، از ملاقات پروردگار خود فرار میکنیم. توقعی نجات در روز قیامت را داریم، توقعی رسیدن به رضایت الله و ملاقات پروردگار خود داریم. با چی چیزه؟ با ایمانهای ضعیف ما که با کوچکترین فشار ازش فرار میکنیم، با عبادتهای ما که اوج سراسر از ریا و عجب و گناه و تکبر و غرور و ریاست. خود دیندارم فکر میکنیم چی چیز داریم؟ چرا از عبادت الله غافلیم؟ چرا از روز جزا غافلیم؟ چرا ما را دنیا در خود غرق کرده؟ چرا این کلمات بسیار عظیم الله قلب‌های ما را بیدار نمی‌کنه؟ هر روز 5 بار در مقابل الله قرار میگیریم، تنها در
تنها در نماز پیشین 10 بار تکرار میکنیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. هیچ. پس باید قدری گپ را بدانیم، از الله فرار نکنیم، به طرف الله باز بگردیم، قیامت را فراموش نکنیم. این مفاهیم در ذهن ما وقت زنده بود. الله را خواهرشانه عبادت میکنیم، از عبادت الله خود لذت میبریم و او عبادت باز میتونه ما را به مسیر هدایت استقامت بده، میتونه ما را از منکرات و از بدیها دور بکنه. توی ملت ببین، این دنیای کفر آمده رایست. کدام درد ما اول گریان کنیم؟ سر با عفت و با حجاب ما، با عوض از اینکه طفل خودت از سوریه از زیر بال بکشه، اول چادری خودت جمع کرده در جان خودت. این ظلم کفار کلگی میبینه، با چشم سر میبینه. نکو دوستم، نکو مرا بگذار که کتاب الله خورده تا قاب گذاشته شده بود. امروز ما محض خیلی کم حقی کتاب الله را ادا کنیم، ما را بگذار نکنه. با الله قسم نکنه، منع نکنه. این کتاب الله سرتون شاهدی میده. این حدیث پیغمبر سالا بسته شد، کتاب کلان شد، در مدرسه دوری حدیث خوانده شد. بانکی در مسجد ما در دیقانم حدیث رسول الله، امی حدیث برش بخوانم. نکو سر ما و دولت و قوم و علم و کسی که سر دین واقعا غیرت داری و دل میسوزانی، امین مردم است که ملت دعوت به سوی قرآن و حدیث میده. دین عام شوه. دوستا شما رسالت داره، به الله قسم رسالت شما، وظیفه شما ای جوانا بسیار خطیر است، بسیار بزرگ است. دعوت به شب و روز گریان پیش میره. با که حالی میخستم یقین به الله بکنه، برنامه مخاطب زیاد نداشتم. گفتم الله به خاطر رضای تو در زبانم گپی حق جاری کن. ما چیزی نیستم. این اجتماع برای قوت دینی تو، کتاب تو و حدیث تو است، حدیث رسولی تو است. تو ما را نصرت کن. ما چی را باید یاد بگیریم؟ اگر محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلبم باشه، واقعا از نفسم که در رسول الله مقدم باشه و الله مقدم بگردانه، باید قدم به قدم نقشه پیغمبر را یاد بگیرم، بعد از او تعقیب کنم، بعد از او عملی کنم. عزیزا من میفهمم که قربانی میده. از سری بدخشان شما باور به الله سبحانه و تعالی بکنه. یک مولوی صاحب برام زنگ زد که مولوی صاحب الله کرایه موتر به الله قسم به قرض پیدا نکرد. امروز عالم ما از کدام نقطه سر حاضر شده در این جمعیت پیام بگیره، بفهمه، درک بکنه مسئولیت خدا. من چی مسئولیت دارم؟ و عزیزا میتونیم 10 دانه اطفال مردم در گرد خود جمع کنیم. خیر است 5 سوریش شما بگیره، قایدش شما بگیره، تختگکش شما بگیره، قلمش شما بگیره. الحمدلله ما چیزی بالا 70 حلقه داریم. از خواهراس الله در عمرشان برکت بندازه به خاطر رضای الله. با وصف امی قدر قیودات میایه، امی تعلیم قرآن حدیث با اطفال میکنه، عقیده را با اطفال میکنه. تعهد کنیم که ما همه ما فقط در توی، در جنازه، در تمامی گپا پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم و هر کدام ما امید و آرزو داریم یا نداریم؟ داریم. شما بگویید عمل کرد ما، دعوت ما تقریری خیلی زیاد است. با هم که امی مردمی که سالا علما در گوششان پف کرد، تقریر کرد، تبلیغ کرد، ذهن از او را پر ساخته، در عمل تو بری مردم یا عوام ثابت بساز که واقعا تو پیروی کیستی؟ پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بیا که در عمل ثابت بکنیم، دعوت عملی بدیم. عزیزان گرامی، مردم هم میفهمه، مردم حالات و وضعیتش هم میفهمه، گناه نداره مردم عوام بیچاره.
خود دشمنا و دسیسه های خیلی فراوان دنیای کفر است که اینجا کار کرده رئیس. امی علمای خودم یقین به الله سبحانه و تعالی بکو، بس اوقات ما میگم ملامت نمیکنم. چرا؟ یقین بکو عالم ما که وقتی فارغ شده امو کتابه که خود چرمی پوش کرده، گل در بغلش کرده، امو را نگاه کرده، یک کتاب شرح حدیث قطش نیست، یک کتاب تفسیر قوی معتمد قطش نیست. و بیچاره از کجا بیان کنه؟ و ما پیام ما به همه علما، به همه اقوام که ما را به نظر بد میبینه، اما عیب و نقصان ما را امیتونن گشنما کنه، به چشم و سر ما میپذیره. خود تهمتای ناحق سر ما نچسبانه، حوالای کتابای گم سرگم بر ما نده، سر ما تهمتا بسته نکنه. تهمت گناه کبیره هست. الله سبحانه و تعالی از شما سوال میکنه باز چرا ما را متهم به این گپا میکنی؟